بزکشی یکی از بازی‌های ملی افغانستان است که در ردیف بازی‌های ملی و بین‌المللی این کشور هم شمرده می‌شود. این ورزش در افغانستان قدامت تاریخی دارد و سوابق آن به ظهور آریایی‌ها و اهلی ساختن اسب در منطقه آریایی در 4 سمت آسیای مرکزی تعلق می‌گیرد. بازی بزکشی مهارت‌های مسلکی سوارکاری به خصوصی را دارا میباشد. پیدایش بازی ملی و بزکشی را با تربیت و پرورش اسب در تاریخ از آن نام برده شده است. از آریان‌های قدیم تا عهد خراسان و افغانستان کنونی پرورش اساسی اسب یکی از مشاغل محلی باشندگان متعدد مختلف کشور را تشکیل داده است. لذا ورزش بزکشی بازی محلی را اختیار کرده است و با تربیت اسب شروع شده و با سوارکاری، اسب دوانی، سوارکاری و به اقتضای زمان در مرور ادوار تاریخ در صفحات شمال افغانستان و باختر زمین به صورت یک بازی ملی درآمده است. در حال حاضر ورزش بزکشی در صفحات شمال کشور دیده می شود. بخصوص در ولایت بلخ این ورزش از رشد بسیار خوبی دارا می باشد. چون ورزش بزکشی در ادوار قدیم یک مرحله جنگی بود و در عین این بازی با نقش و جسد انسانی صورت می گرفت، اما رفته رفته این بازی به یک نوع ورزش پرتوان تبدیل گردید. به این ترتیب این تکنیک جنگی از راه مشق و تمرین شکل بازی ملی را به خود گرفت و چون با حیات انسان بازی نمی شود، عوض آن از گوساله و یا بز کار گرفته می شود. بازی بزکشی به 3 کلمه خلاصه می شود که عبارت است از گرفتن نقش، برداشتن نقش و رساندن آن به نقطه معین.